حکم استفاده از کریم دندان در رمضان. کریم دندان اگر متوجه شده باشیم از طرف روز استفاده کریم در رمضان خودداری باید شود. یک نوع ذائقه داره، هر چقدر کوشش بکنی ذائقه به حلق میره، هر چقدر خود دهن خود اوکش بکنی باز هم ذائقش میره. پس به خاطر احتیاط از طرف روز از کریم دندان در ماه مبارک رمضان استفاده نشوه. از برس خالص مشکل نداره، مسواک هم مشکل نداره. در رمضان از طرف روز باشه، قبل چاش باشه، بعد چاش باشه، هر وقت که مسواک استفاده میکنه هیچ مشکل نداره. الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید یک کتاب مذهب ما هست و میگه که کریم دندان استفاده نشوه از طرف روز که ذائقش به حلق نره.